وقتی اسم جنگ افغانستان میاد معمولاً ذهنا میره سمت خود جنگ، تانک‌ها، سربازا و درگیری‌ها. اما این ویدئو درباره میدان جنگ نیست. درباره اینه که این جنگ چه بلایی سر خود اتحاد جماهیر شوروی آورد. اینجا قرار نیست دوباره بگیم کی کجا جنگید. میخوایم ببینیم حمله شوروی به افغانستان واقعاً یکی از علتهای فروپاشی این ابرقدرت بود یا نه. خیلی‌ها فکر میکنن اتحاد جماهیر شوروی به خاطر جنگ افغانستان فروپاشید. اما واقعیت اینه که افغانستان نه علت فروپاشی بود و نه بی تأثیر. در قسمت‌های قبل دیدیم که شوروی چرا وارد افغانستان شد و این جنگ چطور به یه باطلاق تبدیل شد. حالا وقتشه این تکه‌ها رو کنار هم بذاریم و به جواب نهایی برسیم. کمونیسم روی کاغذ یه وعده ساده میداد. قرار بود جامعه شبیه یه تعاونی بزرگ باشه، یعنی همه شریکن و دولت فقط هماهنگ کننده است، مثل ساختمونی که همه ساکناش صاحب اون هستن و مدیر ساختمون فقط نظم میده، نه اینکه مالک همه چی باشه. همین وعده بود که کمونیسم رو برای میلیون ها نفر جذاب کرد. اما در عمل برای اینکه این هماهنگی حفظ شه، دولت مجبور شد همه چیز رو کنترل کنه. تولید، قیمت، شغل و حتی مسیر زندگی مردم. کم کم مدیر ساختمون تبدیل شد به کسی که کلید همه درا رو داشت و چیزی که قرار بود ابزار باشه تبدیل شد به قدرت. در سالهای اول این تناقض اونقدر دیده نمی شد. نسلی که انقلاب رو دیده بود سختی‌ها رو تحمل می‌کرد، مثل کسی که سالها در حال ساخت خونه است و با دیدن اسکلت نیمه کار خودش رو قانع می‌کنه که نتیجه نزدیکه. اما نسل بعدی نه اون خونه رو دید و نه دلیلی برای صبر داشت. براشون کمونیسم بیشتر شبیه یه واقعیت اداری خشک بود تا یه آرمان. اقتصاد متمرکز شوروی میتونست حد اقلا رو تأمین کنه، اما امید نمیساخت. مردم کار داشتن، خونه داشتن، اما آیندهشون از قبل نوشته شده بود. شبیه قطاری که حرکت میکنه اما فقط روی یه ریل. همه چی قابل پیش بینی بود و همین پیش بینی پذیری انگیزه رو از بین برده بود. حزب کمونیست هم کم کم تغییر ماهیت داد. عضویت در حزب دیگه نشونه باور نبود، بیشتر یه مسیر شغلی مطمئن بود. کمونیسم در شعارا زنده مونده بود، اما در عمل به یه بوروکراسی تبدیل شده بود که بیشتر از جامعه از خودش محافظت میکرد. تا اینجا یه نکته مهم روشن شد. شوروی قبل از افغانستان هم مشکل داشت، اما هنوز سر پا بود. سوال اینجاست افغانستان با این وضعیت چه کرد؟ در همین زمان شوروی درگیر جنگ سرد با آمریکا بود. جنگ سرد جنگ مستقیم نبود، بیشتر شبیه یه مسابقه بیوقفه بود. هر کشور جدید، هر دولت همسو و هر مسیر ترانزیتی مثل یه امتیاز تو این بازی بود. مهم نبود اون کشور چقدر فقیر باشه، مهم این بود که دست کی می افتاد. در این منطقه هم افغانستان یک کشور همسایه نبود. از نگاه مسکو اون مثل یک شاهراه بود. اگه از دست میرفت ممکن بود مسیر نفوذ آمریکا به مرزهای جنوبی شوروی باز شه. رهبرای شوروی فکر میکردن با یه دخالت کوتاه میتونن اوضاع رو کنترل کنن و تعادل رو حفظ کنن. به نظرت شوروی واقعا انتخاب دیگه‌ای داشت یا منطق جنگ سرد جوری بود که این تصمیم براش اجتناب ناپذیر به نظر میرسی؟ لطفاً نظرت رو توی کامنت ها بنویس. اما افغانستان طبق محاسبه هاشون پیش نرفت. جغرافیای سخت، جامعه پیچیده و حمایت خارجی از مخالفا جنگ رو به یه درگیری فرسایشی تبدیل کرد. چیزی که قرار بود چند ماه تموم شه، سالها طول کشید. این جنگ مشکلات شوروی رو به وجود نیاورد، اما اونا رو خیلی تشدید کرد.
اقتصادی که از قبل فرسوده بود زیر فشار جنگ ضعیف‌تر شد. سربازایی که برمیگشتن داستان پیروزی نداشتن و این ضربه روانی بزرگی بود. فشار اقتصادی جنگ روی شوروی خیلی زیاد بود و مردمش هم از دولت متنفر شده بودن. خانواده هم دیگه تحمل این جنگ طولانی رو نداشتن. فشار جنگ سردم روی این سیستم از قبل خسته سوار شد. در این شرایط گورباچوف با سیاستایی مثل گلاسنوست، یعنی بازتر شدن فضا و پذیرش وجود مشکلات، تلاش کرد اوضاع رو اصلاح کنه. اما اصلاحات دیر شروع شده بود و بیشتر از اون که زخما رو درمان کنه، عمق اونا رو نشون میداد. اتحاد جماهیر شوروی فقط یک کشور نبود و مجموعی از 15 جمهوری بود. وقتی فرو پاشید این جمهوری‌ها هر کدوم کشور مستقلی شدن. روسیه فقط بزرگترین اونا بود و به همین خاطرم جای شوروی رو در جهان گرفت. نه اینکه خود شوروی شده باشه. مثل شرکتی با 15 شعبه که ورشکست میشه. شعبه ها جدا میشن ولی بزرگترین شعبه ساختمون مرکزی و بدهی ها رو بر میداره و ادامه میده. پس حمله شوروی به افغانستان باعث فروپاشی این کشور نشد. اما این جنگ سرد رو روی یه سیستم از قبل فرسوده سوار کرد و فروپاشی رو سریع‌تر کرد. افغانستان علت نبود، اما یکی از مهمترین تشدید کننده ها بود. در ویدیوی بعدی میخوایم ببینیم بعد از فروپاشی شوروی چه بلایی سر این کشور اومد و چرا بعضیاشون هنوز درگیر همون گذشتن. تا ویدیوی بعدی تاریخ رو زنده نگه داریم.